که هستید پیروز باشید. خب دوستان، توی این ویدیو قراره در ارتباط با روندهای نزولی و کمپلکس پولبک ها یا همون پولبک های پیچیده در روندهای نزولی، ترندهای نزولی با هم دیگه انشاءالله یاد بگیریم. خب جایی که روند نزولی مارکت شروع شده، از اینجایی که قیمت وارد یک فاز نزول شده، ما میایم گام های نزولی رو با هم در نظر میگیریم. خب اگر دوستان دقت داشته باشید، من این رو میذارم روی منشأ حرکت و میارم پایین. این تک کندلی ها که علامت میزنیم به عنوان نویز در مارکت و به عنوان یک گره معاملاتی در نظر گرفته میشه که بعدا انشاءالله میتونیم با همینا معامله بگیریم. خب اینجا ما این رو به عنوان نویز در نظر میگیریم و میایم پایین جایی که سوینگ تشکیل شده. خب سوینگ ما به 3 کندل، اگر یک کندل مادر اینجا داشته باشیم، به چرخش هامون میگیم سوینگ که تشکیل شده از 3 کندل. این 1 کندل، این 2 کندل، این 3 کندل. همین 3 کندل داشته باشیم یعنی 2 کندل سمت راست این کندل پایینی باشه، 2 کندل هم سمت چپش و یک چرخش مینوری داشته باشیم، بهش میگیم سوینگ. خب الان در حال حاضر این رو ما میایم و مجدد علامت میزنیم اصلاحیه مارکت تا جایی که میاد این کف قبل رو برای ما میشکنه. کندل ها همگی مشکی هستن، پس اینا همگی جزء گام حساب میشن و اینجا یک گره معاملاتی داریم که گفتیم توی این گره معاملاتی ها ما در آینده میتونیم معامله انجام بدیم، ولی در کل گام ایمپالس ما اینجا هست. باز مجددا قیمت میاد توی اصلاحیه، تا کجا اصلاح میده؟ تا گره معاملاتیمون و قیمت باز مجددا وارد فاز نزول و گام ایمپالسمون میشه و وارد مجدد پول بک. حالا اینجا پول بکی که داره کمپلکس پول بک پیچیده. میبینیم که با همدیگه قیمت اینجا اومده کف قبل رو زده و سقف قبل ما میشه این، چون که اینجا منشأ حرکت بوده. باید این رو بشکنه که ما بگیم حالا میتونه وارد فاز صعود بشه. خب بعد از اینکه قیمت این سقف اصلی رو به سمت بالا شکسته، میبینیم که وارد یک فاز صعودی شده که توی ویدیو قبل در ارتباط با این فاز صعودی صحبت شد. پس ما اینجایی که داریم با هم بررسی میکنیم، اینجا یک کمپلکس پولبک داریم. اغلب کمپلکس پولبک ها یا پشت گام های اصلی اتفاق میافتند یا میرسن به یک محدوده مهم، بازار یه خورده رنج میشه به این صورت. اینجایی که ما سقفمون به سمت بالا شکسته میشه، حالا بخوایم دقیق در نظر بگیریم، اینجا این کف قبل اینجا هم تاچ شده، این کف رو با شادو زده. میام این رو علامت میزنم، این رو علامت میزنم، این میشه سقف قبل ما، این میشه سقف قبل ما که به سمت بالا شکسته و روند رو وارد فاز صعود کرده. اما این محدود کمپلکس پولبک رو ما داشتیم، کمپلکس پولبک یا همون پولبک پیچیده. پس روندهای نزولی هم تا زمانی که کف و سقف‌های زیر همدیگه داریم، روند ما نزولیه. جایی وارد فاز صعود میشه که سقف قبل رو به سمت بالا بشکنه. پس توی این دو ویدیو ما یاد گرفتیم که روندهای صعودی تا زمانی که کف و سقف‌های بالاتر از هم زده میشه روند صعوده. مثلا میاد اینجا توی دل این موج، این کف ما، این هم سقف، توی دل این موج کف و سقفایی میزنه که این جزء کمپلکس پولبکه. تا جایی که کف ما به سمت پایین شکسته نشده ممکنه بیاد تا این کف و بعد به سمت بالا حرکت داشته باشه.
توی روندهای نزولم تا زمانی که کف و سقفای زیر همدیگه داشته باشیم ممکنه وارد فاز کمپلکس بشه. تا زمانی که سقف قبلی که اینجا باشه نشکنه روند وارد فاز صعود نمیشه و ممکنه برگرده به یک گام ایمپالس نزولی بعدی. پس توی این دو ویدیو ما روندهای صعودی و نزولی رو یاد گرفتیم و در ویدیو بعد قراره در ارتباط با محدودهای ارزان فروشی و گران فروشی انشاءالله با همدیگه آموزش ببینیم.